سلام بچه، چطورین بچه ها؟ من دوباره اومدم واسهتون گردونه بزنم و خیلی توی کامنت های ویدیو لانگ قبلی که گردونه زده بودم بهم گفتن که گردونه یه فنی فوق العاده است بزن و گردونه گانزو. گفتم اوکی، چرا که نه. بچه ها، دو تا نکته میخوام بهتون بگم. اولیش اینه که اگه میخواین گردونه بزنید حتما بزنید. قیمت CP اومد پایین، ولی اگه یکم صبر کنید پایین ترم میاد، چون که الان دیگه خریدا کم شده و قیمت دوباره داره میاد پایین. و اگه نمیدونید چه گردونه‌ای بزنید و بازم CP دارین یا اصلا کلا هیچ گردونه‌ای نزدین و الان میخواین گردونه بزنین، از نظرم من گردونه گانزو بهترین گزینه است الان، به خاطر اینکه هم شما یه اسکین لژند گیرتون میاد، هم 2 تا آیتم لژند دیگه که جفتش گان حساب میشه توی دسته گانه. یعنی که بر تو پروفایلتون میگه که واو این الان 2 تا لژند داره، یه دونه اسکین لژند، در صورتی که شما یه گردونه زدین. شما وقتی گردونه گانزو رو میزنین یه اسکین لژند میگیرین، یه تامپر میگیرین و یه نایف لژند میگیرین که اونم یه اره برقی ولی لژند. پس این یه گزینه خیلی خوبیه. و بچه چیز دیگه که میخواستم بهتون بگم در مورد مسئله CPه. من نمیخوام کسی رو بالا ببرم، نمیخوام کسی رو بیارم پایین، ولی خب چون که من خودم همین اشتباه یه بار میخواستم انجام بدم و خدا رو شکر که انجام ندادم. میخوام بهتون بگم که شما هم انجامش ندین و باعث بالا رفتن یه سریان نشین. من چند روز پیش دنبال CP بودم و قیمت واقعا فضایی بود. یکی میگفت 2.5، یکی میگفت 2,300 و قیمت اصلی رو میگفتن 3 تومن، اصلا هیچی معلوم نبود. من رفتم توی اینستای رضا میری، دیدم استوری گذاشته که CP تخفیف خورده و 2,300 خورده یا 2,300 خورده و یا 2,400 بود. منم خوشحال شدم، گفتم برم از این بگیرم. ولی من خودم از یه نفر CP همیشه میگیرم، چون اکانت اولم 2 تا مشکل براش پیش اومد. یه بار بند شد و کلا یه بارم دیگه تبر شد رفت و امون خدا. بار اولی که اکانتم بند شد این اکانتم نبود، اکانت سیزن یکیم بود. از دیکاردو CP گرفتم و متاسفانه بند شدم، بند 1 ساعته. و دفعه بعدی هم که میخواستم اکانتم بفروشم که حالا اینا هیچی، اکانتم تبر شد. برای همین من نمیتونم به کسی دیگه اعتماد کنم برای خرید CP و کلا از همین شخصی که همیشه CP میگیرم CP همون میگیرم. حاجی نگاه تو رو خدا، روح کامپر رو من خودم اصلا با این بازی نمی کنم، به جز وقتی که دیگه گان نباشه و مجبور بشم اینو بردارم که الان پلتفرمم تر زدن توش و دیگه بعید میدونم جایی باشه. ولی شخصیت گانزو هم خیلی دوست دارم به خاطر اینکه خیلی شبیه جوکره و من واقعا عاشق جوکر بودم، خیلی کاراکتر باحالی داشت. خب بچه‌ها بریم سر موضوع قبلی خودمون. الان شما اگه بریم توی سایت رضا میری برای خرید CP میبینید که ذره 2,300,000 یا 2,400,000 و وقتی شما میزنید روی پرداخت میزنه 9% مالیات و قیمت میشه 2,600 خورده، نزدیک 2,700. من الان عکسش هم واسه تون میذارم. بله و اینم از این 233 تومن مالیات. این اصلا قیمتش از قیمت اصلی که الان هست خیلی بالاتره و نمیدونم چجوریه که ایشون مالیاتش هم میگیرن، ولی من از همین CP فروش خودم که پرسیدم گفتش که ما مالیات نمیدیم، ولی شاید ایشون مالیات بده. من اصلا نمیخوام چیزی بگم، ولی اگه قصد خرید CP دارید بگید من اینی که ازش CP میگیرم واسه تون میذارم. واقعا آدم معتبریه و قیمتش خیلی خوبه، سرعتش هم واقعا خوبه. خب بریم دیگه فنک رو فولش کنیم. خیلی حرف زدم بچه‌ها، من گیم پلی فنک رو نذاشتم، نمیدونم چرا گردونه که آدم میزن اصلا کلا قحطی اون گان میاد. از وقتی من رفتم تو گیم دیگه اصلا فنک رو زمین نبود
ولی با گامزا پلی دادم و گیم پلیشو حتما براتون میذارم توی یه ویدیو شورت، حتما نگاه کنین. و اینکه لایک و سابسکرایب یادتون نره بچه‌ها. خیلی دوستتون دارم. مرسی که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردین و مرسی از حمایتاتون. 730 تایی شدیم. امیدوارم که زودتر برسیم به 1K. بچه‌ها تو کانال تلگراممونم جوین بدین. من یه مدت کاستوم نذاشتم ولی دوباره قرار کاستومای جایزه دارمون رو شروع کنیم. و اینم از صندوقه، همون که گفتم CP رایگان بهتون میده. و الان میتونم 10K برداشت کنم بچه‌ها. واقعا مرسی ازتون. و حتی کامنت بگین که دیگه چه گردونه ای میاد و خوبه که بزنم.